مارها برای اغلب انسانها موجوداتی ترسناک به حساب می آیند و همواره اسرارآمیز و در حاله ای از ابهام. اما در موردی عجیب، مردی به نام عسکر شریفی از اهالی روستای تلوپوک سروستان بیش از 30 سال است که مدام مورد حمله مارها قرار می گیرد. مارگزیدگی عسکر شده یک معمای بزرگ برای اهالی این روستا. در فصل بهار که میشه خیلی مارگزیدگی ایشون بیشتر میشه. زندگی 28 ساله مشترک عسکر با همسرش متأثر از مارگزیدگی های مکرر بوده و زندگی به کام اونها تلخ نموده. تو خونه باشم، تو پیش گله باشم، هر در باشم میزنم. میشه درگیر بیمارستان هستیم، گرفتار هستیم، ناراحتی داریم، اعصاب خوردی داریم با این مارگزیدگی پایی. در حین تهیه گزارش ما نیز خبر رسید که مار دیگری به عسکر حمله ور شده. پس این بچه‌هاش سرسون میرفت دیدیم مار زده شما افتیده. خدا رو شکر که بیمارستان هم سرم ضد مار هم سرم ضد عقرب در دسترس هست، هیچ مشکل از این لحاظ نداریم. اما سوال اساسی اینجاست که مارها از جان عسکر چه میخواهند؟ موضوع نادر و غیر طبیعی است که چنین چیزی ما در طبیعت نداشتیم. ما از متخصصین میخوایم که بیان دلیل علمی این را پیدا کنن و راه نجات آقای شریفی دست همینا هست. جالب این که مارها فقط پای راست عسکر را هدف قرار میدن. انجام میزنه تا اینجا. 30 سال پیش اینجا زده. دیگه هم هفته یا 2 هفته یا همینجور همه از زده تا دیروز هم دوباره اینجا زده. گزارش من از این مرد روستایی به پایان رسید، اما او همچنان در هراس از کابوس دردناک مارهای بعدی. سید نصرالله موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، سروستان.